40 نقشه خدا و اهل بیت بود. الان دیگه برملا شده این نقشه، قبلا خیلی روشن نبود، ولی الان این نقشه برملا شده که 40 در واقع یه نقشه بود از طرف خدا و ائمه، تا اینکه 40 بتونه در آخرالزمان لشکر آخرالزمانی امام زمان رو سازماندهیشون بکنه، از سراسر دنیا آمادهشون بکنه. 40 بزرگترین دانشگاهی است که از اول خلقت تا ظهور امام زمان وجود داره. شما نگاه کنید این مسیحی ها، این یهودی ها، بودایی ها، این هندوها با چه قربتی، با چه مظلومیتی، با چه بیپناهی پناه آوردن به قبر امام حسین. اینا که میان اینجا بیپناهی میان پناه میارن به قبر امام حسین. 10 کیلومتر راهپیمایی میکنن که بیان بگن آقا ما دیگه خسته شدیم از ظلم و فساد دنیا، هیچ کس رو نداریم به دادمون برسیم. اینا همه بچه‌های اهل بیتن، اینا همه روح اهل بیت در وجودشون هست. پس ما باید تلاش کنیم این ایتام اهل بیت و اینا یتیم اهل بیتن، پدر مادر آسمانی اصلیشون رو نمیشناسن. ما باید تلاش بکنیم که کار جدی بکنیم برای اینا. خود امام حسین چی میگه؟ لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. من اگر امام زمان رو درک کنم تمام عمر خادم او خواهم. وقتی که این حسین که 10 میلیون جمعیت به عشقش جمع میشن میگه من خادم او خواهم بود، پس ما باید نسبت به امام زمان بیشتر خدمت بکنیم. خب خیلی ها هستن، امام حسین دعوتشون هم کرد تا چادر امام حسین هم آمدن، حتی روز عاشورا هم کمک حضرت کردن. عصر عاشورا حضرت رو تنها گذاشتن، یعنی تا اینجا اگر 1 ساعت دیگه صبر کرده بودن با امام حسین در بهشت و هم درجه به حضرت بودن، ولی تا غروب عاشورا هم بودن خدمت حضرت. بعد گفتن آقا ما دیگه نیستیم. کسی میخواد هم درجه امام حسین باشه، اگه میخواد زیارت عاشورا بخونه راست بگه که من از خدا میخوام هم درجه شما، من به مقام محمودی که شما نزد خدا دارید برسونه. این باید عملیاتی باشه، این باید فعال باشه، این باید وقت بذاره، این باید پول خرج بکنه، درست خرج کنه. واقعا نتیجه کارش یه باری رو، یه غمی رو از امام زمان برطرف کنه.